سلام و درود عزیزان دل شنوندگان خوب، آمدیم به ادامه همون فصل چهارم از کتاب ایاز. بعد از اینکه شعر استاد رئیس دارالحکمه به خوانش میگیره که بدین روناق زبرجد نوشته ان مزر که جز نیکو اهل کرم نخواهند ماند. او ادامه میدهد نقش انسان در این صحیفه هستی همین قدر است. همین نکته ساده از انسان چیزی جز اعمال خیرش باقی نمیماند. میدانی ایاز، انسان در تمام عمر مال و ثروت می اندوزد، اما همین که زمان مرگش فرا می رسد و اموالش میان اقاربش تقسیم می گردد، تنها کسی که هیچ سهمی از این میراث نمی برد خود شخص است. ایاز خوشا به حال کسانی که توشه آخرت برمیگیرند و با خیر و نیکو راهی سرزمین ابدی میگردند. رئیس الادبال با لطف و مهربانی به طرف ایاز میبیند و میگوید چند روزی که اینجا قرنطینه هستم، جز تو هیچ کسی به اینجا نیامده است. تو تنها شب روز در این روزهای سخت تنهایی و بی کسی در کنارم بودی، بلکه از هیچ خدمتی دریغ نورزیدی. چطور میتوانم این لطف و فداکاری تو را جبران کنم؟ ایاز در روزگار عافیت همه را یاور و همدم انسان است. در روزگار سختی دوستان واقعی شناخته می شود. در روزهایی که در کنار شما بودم از شما بسیار آموختم، حتی بیشتر از روزهای دارالحکمه بودن و در کنار شما برایم نه تنها زحمتی نیست بلکه مایه افتخار است. فضیل وارد راه رو می گردد تا نزد پرستار برود، ولی هنوز با خود درگیر است که تردید دارد. با خود میگوید که چطور میتواند چنین عملی را مرتکب شود و دستانش را آلوده سازد، ولی سخنان حارس خان در گوشش میپیچد. تصمیم نهایی با توست. میخواهی به فرمان دیگران گوش دهی یا نه خودت فرمان روا باشی؟ او غرق تصورات خود است که پرستار در برابرش ظاهر میگردد. فضیل: السلام علیکم و رحمت الله. پرستار: علیکم السلام و رحمت الله. صحت شما خوب است؟ فضیل: ممنونم. پرستار: چطور که سری به اینجا زدید؟ فضیل پس از سکوت پاسخ می‌دهد: به دیدن جناب رئیس الاتباع آمدم، نگران حال ایشان بودم. پرستار حالش رو به بهبود است. فضیل حرفی نمیزند و دوباره راه بازگشت در پیش میگیرد. هنگام بازگشت وقتی نزدیک اتاق رئیس الاتباع میرسد، صحبت‌های او را با ایاز میشنود. رئیس الاتباع: پسرم، دعای خیر این پیرمرد همیشه همراه خواهد بود. یک طبیب دارای صفات و ویژگی هایی است که و این ویژگی ها در وجود تو بیشتر و برجسته‌تر از دیگران است. هیچ شکی ندارم که روزی طبیب ماهری میشوی و این گونه که امروز رفیق روزهای تنهایی من بودی، روزگاری نرمان و دردهای این مردم خواهی بود. من با آینده تو امید بسیار دارم. میخواهم تو را در مقام رفیع ببینم. انشاءالله روزی به حیث رئیس الاتباع دارالحکومه گماشته شوی، هر روز موفقیتت افزون گردد و سرانجام به دربار راه یابی و به جای برسی که همه تحت فرمان تو باشند و تو نیز آماده خدمت به مردم باشی. به مردم. ایاز: انشاءالله. فضیل که نزدیک اتاق رئیس الاتباع ایستاده است و این سخنان را میشنود و جودش آتش گرفته است. بذر خشم و کینه را حارس خان در دل وی کاشته بود. تمام مزرعه سینه‌اش را میپوشاند تا حدی که نفسهایش سنگینی میکند. ناگهان ایاز متوجه حضور فضیل می‌گردد. دیدن فضیل پس از یک مدت باعث لبخند و دلگرمی ایاز می‌شود، زیرا دیدار دوست قدیمی در روزگار سختی به دل نور و امید می‌بخشد. اما همین که به طرف فضیل قدم برمی‌دارد، او با بی‌اعتنایی به سمت رئیس الاتباع می‌آید، سلامی می‌دهد و احوال وی را جویا می‌شود. رئیس الاتباع: خوش آمدی پسرم، چطور که به اینجا سری زدی؟ فضیل: همه ما در دارالحکومه نبود شما را احساس می‌کنیم. برای صحتمندی شما دعا داریم. از استاد حارسخان اجازه گرفتم و به دیدن شما آمدم تا جویای احوال شما شوم. رئیس الاتباع در این سالهای طولانی دارالحکومه خانه دوم من بود و در کنار استادان و شما طبیبان جوان هرگز احساس تنهایی نکردم، بلکه شور و اشتیاق شما مرا واداشت و تا هر روز استوارتر به وظیفه عمل کنم. سلام مرا به همه برسانید. فضیل: چشم جناب رئیس الاتباع، حتما. فضیل از اتاق بیرون شده و به سمت پرستار می رود. ایاز نیز به تعقیب وی بیرون می آید، اما فضیل هیچ توجهی به او نمی کند. ایاز از این رفتار فضیل متعجب می گردد و حس می کند که ممکن است این رفتار به دلیل سوء تفاهمی باشد که در دارالحکومه پیش شده بود. ایاز: فضیل استاد می شود، انگشتان را مشت می کند و به طرف ایاز می چرخد. مستقیم به چشمان ایاز نگاه می کند و متکبرانه می گوید: بفرما ایاز، حالت خوب است؟ فضیل: چه هم خوبم، میبینیم که اینجایی مثل همیشه. ایاز: جناب رئیس الاتباع به مراقبت نیاز داشت. فضیل: البته تو باید همیشه جایی باشی که چشمه ها تو را ببیند. ایاز: این چه سخنی است؟
از این سخنی که همه میدانند ولی کسی به زبان نمی آورد. ایاز چرا چنین رفتاری میکنی؟ فضیل بگذاریم به خبر کتابی که اوراق آن را جمع آوری کردی به دارالحکومه رسیده، باز هم شهکار آفریدی و در این مورد نیز سبقت گرفته. چیزی تازه نیست، همه تلاش کردی تا با نشان دادن خود مرا کم جلوه دهید، اما مطمئن نیستم که خدمت به دیگران از یا میخواهی از این طریق به مقامی برسی. ایاز منظورت چیست؟ چرا چنین حرفهایی میزنی؟ مگر مرا در این همه سالها نشناختی؟ فضیل این همه سالها نمیدانم، ولی اکنون خوب شناختم. دیدم که چطور با سبک سری های نزدیک بودی مرا به دام بیندازی. ایاز خودت میدانی که فقط یک سوء تفاهم بود. فضیل: سوء تفاهم نزدیک بود جای تو من از دارالحکومه تبعید شوم و این میگوی سوء تفاهم؟ ایاز سالهاست در کنار هم دوست بودیم، با هم درس خواندیم و رفیق راه هم دیگر بودیم. فضیل: با تک تک لحظه های با تو بودم افسوس میخورم، زیرا تو همه مانع به سر راه من بودی و همانند صدیب مرا از رویاهایم دور ساختی. پیش هر کسی چنین نقابی بر رخ بزنی، پیش من دیگر نه. فقط من میدانم که پشت این چهره خوب تو کسی هست که جز خودش به احد اهمیت نمیدهد. پیش از آن که ایاز چیزی بگوید فضیل رویش را برگردان و می رود. فضیل دوباره نزد پرستار می رود و پیام حارسخان را می رساند. پرستار که از نزدیکان و افراد تحت فرمان حارسخان است، بدون هیچ تعلیل مجنون را با داروهای رئیس الادبا مخلوط می سازد. رئیس الادبا روز به روز حالش رو به خامت می رود. ایاز گمان می کند که چنین حالتی نتیجه بیماری وبانی است که دیرتر علائمش را بروز داده است. با گذشت هر روز ناخوشی رئیس الادبا بیشتر می گردد. در این مدت ایاز در مورد بیماری و با شروع به مطالعه می کند. هر قدر بیشتر در مورد این بیماری میخواند، متوجه میگردد که علائم آن با وضعیت فعلی رئیس الادبا مطابقت ندارد. روزی ایاز کنار بستر نشسته و نبض رئیس الادبا را معاینه میکند. لحظه در سکوت گذشت، سپس آهسته گفت: استاد، آیا حالت تهوعی و اسهال دارید؟ رئیس الادبا با صدای ضعیف پاسخ داد: نه، برعکس، بیشتر حالت گرفتگی و قبضیت دارم. ایاز اندکی فکر کرد و گفت: استفراغ شدید نیز ندارید؟ ایاز نگاهش را پایین انداخت، سپس دوباره پرسید: تشنگی چطور؟ در بیماران و با تشنگی به امان است. رئیس الادبا لبهای خشک خود را تر کرد و گفت: تشنگی هست، اما نه آنگونه که تو میگویی. ایاز: جناب استاد، آیا احساس سردی در اندامهایتان دارید؟ رئیس الادبا سر تکان داد و گفت: نه، بیشتر سستی و نوعی در عمق بدنم حس میکنم. ایاز این بار دقیقتر نگاه کرد و گفت: در کجا؟ رئیس الادبا: در استخوان‌ها، به ویژه ساقه‌ها و پشت، گویا از درون می سوزد. ایاز با تردید نگاه کرد. رئیس الادبا: چطور مگر؟ ایاز: تا جایی که در کتاب‌ها مطالعه کردم علائم بیماری شما کم و بیش برعکس علائم بیماران وبا است. رئیس الادبا: چگونه؟ ایاز: در وبا آب بدن به شدت ضایع گردیده و پوست بدن سرد و چروکیده می شود، اما برعکس شما دچار قبضیت هستید و حرارت بدن شما نیز بالا رفته است. سپس افزود: و این درد و در استخوان‌ها و سینه با آنچه در کتاب‌ها در این مورد نوشته شده است سازگار نیست. رئیس الادبا نفس عمیقی کشید و مطمئن گردید که دسته در کار است. به همین دلیل قلم و کاغذی می‌خواهد و نامه می‌نویسد. سپس آن نامه را به ایاز می‌دهد و از وی می‌خواهد که آن را به بایزید ببرد تا بایزید و آن نامه را به این دیوان سالار دربار برساند. ایاز نیز به این خواست رئیس الادبا عمل می‌کند و نامه به دیوان سالار دربار می‌رسد. دیوان سالار شمس الدین نام دارد، مرد متواضع، متدین و از آشنایان رئیس الادبا و به وی احترام خاصی قائل است. او از افراد با نفوذ دربار و از نزدیکان شاه است و عزل و نسب مقامات بلندپایه‌ای نیز تحت نظر مشورت وی صورت می‌گیرد. از سوی دیگر دارالحکومه به صورت موقت تحت فرمان محمد امین و خارسخان اداره می‌شود. خارسخان از اینکه دسته‌هایش یکی پس از دیگر مطابقت میل وی عمل می‌گردد بسیار خرسند است و بیشتر به تکبرش افزوده شده است. محمد امین داخل دفتر رئیس الادبا مشغول ترتیب و تنظیم بعضی اوراق‌ها است. حارسخان با تکبر و بدون اجازه وارد می‌گردد. به داخل شدن به طرف محمد امین می‌رود. محمد امین: با رفتن رئیس الادبا پیش از همه خوشحال هستی؟ حارسخان: محمد امین: برای مراسم جای‌نشینی رئیس الادبا جدید آمادگی بگیر. حارسخان به سمت چوکی رئیس الادبا می رود و نشسته به آن تکیه می زند. محمد امین: بیدار شو، قرار است رئیس الادبا تا چند روز دیگر برگردد. حارسخان: چنین چیزی هرگز اتفاق نمی افتد. محمد امین: چطور مگر؟
حارس خان به طرف محمد امین می‌بیند و چهرهش نشان می‌دهد که دسته در کار است. حارس خان مراسم جای‌نشینی رئیس الاتباع باید بسیار با شان و شوکت برگزار گردد. نمی‌خواهم هیچ کمی احساس شود. در همین لحظه ناظر دارالحکومه به اجازه وارد می‌گردد و نامه را روی میز می‌گذارد. ناظر: این نامه از جانب دیوان سالار دربار به شما رسیده است. با اشاره محمد امین ناظر می رود. محمد امین نامه را باز می کند و با خواندن آن به طرف حارس خان نگاهی می اندازد. حارس خان: چه خبری است؟ محمد امین: دیوان سالار درباره و اساس گزارش رئیس الاتباع فرمان فرستاده است. حارس خان: چه فرمانی؟ محمد امین: دیوان سالار دو فرمان مهم فرستاده است. یکی از این که دارالحکومه مقدمات بازگشت دوباره ایاز را فراهم سازد، زیرا او با جمع‌آوری کتاب الزهراوی که اثر مهمی در طبابت است خدمت بزرگی انجام داده است و نباید نادیده گرفته شود. حارس خان: و فرمان دوم محمد امین: فرمان دوم این است که در صورت عدم صحت یاب شدن رئیس الاتباع امتحان رقابتی بین طبیبان دارالحکومه برگزار شود تا کسی که شایسته این مقام است این مسئولیت و به وی واگذار گردد. حارس خان که از خشم و عصبانیت سرخ شده است میگوید چنین چیزی چطور ممکن است؟ محمد امین: در نامه آمده است که این آخرین خواست رئیس الاتباع است و این فرمان مستقیما از جانب دیوان سالار دربار فرستاده شده است. حارس خان: در آخرین روزهای زندگی نیست این مرد مکار و حیله‌گر آرام ننشسته و مثل مار سهم خود را پاشیده. حارس خان با خشم قاسم خان را نزد خود میخواند و وی را تهدید میکند. حارس خان: مطمئن هستی که مطابق راهنمودی که برایت داده بودم دارو را تهیه کردی؟ قاسم خان: این چه حرفی است؟ جانب حارس خان: دقتی که من در ساختن داروهای دارم هیچ داروسازی در غزنه ندارد. حارس خان گلوی قاسم خان را می فشارد و با خشم میگوید پس چرا هنوز داروی تو اثر نکرده است؟ قاسم خان تلاش میکند تا خود را نجات دهد. پس از چند لحظه با مشکل دست حارس خان را دور کرده و نفس زنان میگوید عالی جناب، به خاطر اینکه کسی متوجه اثر دارویی نشود دارو به صورت تدریجی عمل میکند. حارس خان: فرصت در حال تمام شدن است، راه و چاره بگو تا دارو زودتر اثر کند. قاسم خان: به خاطر اثر زودتر دارو باید مقدار آن را بیشتر بسازید. حارس خان با خشم میگوید قاسم خان اگر دارو هر چیز زودتر عمل نکند بدان که حکم مرگ خود را نوشته ای، حالا از برابر چشمانم هر چیز زودتر غایب شو. ایاز با پارچه سفید مرطوب سر و صورت رئیس الاتباع را تمیز می کند. رئیس الاتباع ضعیف شده است و هر روز صرفه بیشتر می گردد. او در حالی که به سختی نفس می کشد به ایاز می گوید از عمر من روزهای زیادی باقی نمانده است. ایاز اینطور نگوید، الله متعال عمر شما را طولانی و با برکت گرداند. رئیس الاتباع: حرفهایی را که در این روزها با تو شریک ساختم با دقت به ذهن بسپار. دارالحکومه مکان پر از چالش است، آنجا پر از رازها و دسته های زیادی است. آشکار شدن هر راز ممکن است جان خیلی ها را به خطر اندازد، همانطوری که در گذشته خیلی ها با دانستن این رازها جان خود را از دست دادند. سالها قبل یکی از طبیبان دارالحکومه که هم دوره ما بود تلاش کرد تا این رازهای را فاش سازد. اون انسان صادق و خیلی متجسس بود. با جستجوی زیادی از دسته هایی که جریان داشت آگاه گردید. او به چندین بار هشدار دادم که دست از این کارها بردارد ولی اعتنایی نکرد. او تمام رازها و دسته ها را به طور کامل در دفترچه نوشته ولی عمر مجالش نداد و قتل رسید. احساس میکنم که آن دفترچه شاید در کتابخانه پنهان باشد و وجودی که سالها از این ماجرا میگذرد هنوز ذهن من درگیر قتل اوست. اگر بتوانی این دفترچه را پیدا کنی بسیاری رازها و دسته های دارالحکومه را خواهید دانست. ایاز: چطور میتوانم در جستجوی چنین دفترچه‌ای باشم در حالی که حتی اجازه داخل شدن به دارالحکومه را ندارم؟ رئیس الاتباع لبخند میزند و میگوید ناامید نباش، با وجود طبیبان چون خودت برای آینده خیلی امیدوارم و تا زمانی که زنده هستم تلاش میکنم تا دوباره به دارالحکومه برگردی. ممکن است به زودی همه چیز دگرگون گردید و دارالحکومه شاهد تغییرات زیادی باشد. ایاز: چه تغییراتی؟ رئیس الاتباع: بگذار زمان پاسخ میدهد. از تو درخواستی دارم. از اینکه رئیس الاتباع در مورد قرنطینه شدن خود مشکوک است و می‌داند که ممکن است دسته در کار باشد، از خوردن داروهای آنجا خودداری می‌کند و برای ایاز نسخه می‌دهد تا به بازار رفته و آن داروها را برایش بیاورد. ایاز برای آوردن نسخه رئیس الاتباع به بازار می‌رود. پس از رفتن وی حارس خان و فضیل از راه می‌رسند. حارس خان به فضیل اشاره می‌کند و فضیل با معجونی که با خود آورده است نزد پرستار می رود. حارس خان نزد رئیس الاتباع می آید.
رئیس الاتباع شدیداً سرفه دارد و بدنش از شدت تب می لرزد. حارس خان شفا باشد جناب رئیس الاتباع. رئیس الاتباع خوش آمدید جناب حارس خان. حارس خان نامه دیوان سالار به دارالحکومه رسید. رئیس الاتباع لبخند میزند و میگوید پس آخرین خواست این پیرمرد را الله متعال پذیرفت. حارس خان زیاد خوشحال نباش، زیرا از وضعیتش پیداست که برای دیدن نتیجه آن زنده نخواهیم ماند. رئیس الاتباع چی زنده بمانم چی نه، دیوان سالار و اقدامات لازم را اجرا خواهد کرد. از جانب دیگر وظیفه من در این دنیا به پایان رسیده است، حالا دیگر بیمی از مرگ ندارم. حارس خان با خشم میگوید در آخرین روزهای عمرت نیز آرام ننشستی. رئیس الاتباع جهان بازتابی از اعمال ماست، فکر نکن جنایاتی که شما مرتکب شده اید خاموش میماند. هرگز فراموش نمیتوانم که چگونه طبیبی را سالها در خدمت دارالحکومه بود با تهمت سوء قصد به جان پادشاه سم نشانیده. گناهش این بود که بر رازهای کثیف شما پی برده بود و شما نیز او را خاموش ساختید. اما بدانید که روزی تمام دسته های شما بر ملا می شود، چون عدالت سرانجام بر کرسی خود می نشیند. حارس خان می خندد و می گوید بهتر است که از درخواستی که داده منصرف گردی و به دنبال درد سر به خود نباشی، زیرا اگر قرار باشد کسانی مجازات گردد تو نیز شامل این افراد خواهید بود. نظری به کارهای خود نیز بینداز. رئیس الاتباع در مورد شما باید مدتها قبل دست به کار می شدم، ولی هنوز هم فرصتی است. مطمئن باشید که اگر تلاش کنید تا مانع اجرای آن حکم شوید، نامه دیگری می نویسم و سکوتم را به پایان می رسانم. هرچی من نیز خود را مقصر می دانم، از قتل مظلومان طبیب گرفته تا خیانت شما در عرصه وارد کردن داروهای به کیفیت، همه را مو به مو به دیوان سالار خواهم نوشت. حارس خان جناب رئیس الاتباع از خونهای ناحق گفتی، ولی از یاد برده ای که آن خونها برای چی ریخته شدهاند؟ آن خونها برای این ریخته شده که این رازها را راز بماند. هر کسی که در صدد برملا شدن این رازها باشد به چنین سرنوشتی دچار خواهد شد. رئیس الاتباع هر چرخه ظلم روزی باز می ایستد و مهلت هر ظالمی به پایان می رسد. اما هر یک از آنان را به گناهانشان گرفتیم، به بعضی از آنها سنگ ریز فرستادیم و بعضی از آنها را صحیحه آسمانی فرو گرفت و بعضی دیگر را در زمین فرو بردیم و بعضی را غرق کردیم. الله متعال هرگز به آنها ستم نکرد، ولی آنها خودشان به خود ستم کردند. آیا می پندارید این آیت تنها قارون و فرعون و هان اشاره دارد؟ هرگز مخاطب آن فقط ستمگاران گذشته نیستند، بلکه هر انسانی است که در هر زمان و مکانی های خوی تکبر ستم و فساد را پیشه کند. الله متعال فرعون صفت و قارون منشی را به سزای اعمالش می رساند. حارس خان هرگز اجازه نمی دهم تا این خبر به گوش دیوان سالار برسد. رئیس الاتباع خاموشی در برابر ظلم گناه بزرگی است و بیشتر از این دیگر آرام نمی باشم. حارس خان با خشم زیادی رو بگردان و می رود. با رفتن فضیل حارس خان پرستار داروی رئیس الاتباع را می آورد. هنگامی که پرستار دارو را در قاشق ریخته و نزدیک رئیس الاتباع می شود، او با دست خود قاشق را می زند و از یخن پرستار می گیرد. پرستار ترسیده است، تلاش می کند تا خود را نجات دهد. رئیس الاتباع با خشم می گوید از چه کسی دستور می گیری؟ پرستار جناب رئیس الاتباع دستور چی؟ من از کسی دستور نمی گیرم. پرستار تلاش می کند تا تفره برود، ولی رئیس الاتباع او را تهدید می کند. رئیس الاتباع می دانم که دسته در کار است، اگر در این مورد چیزی را پنهان کنی تو را به زندان می اندازم تا در آنجا تو را شکنجه دهند و با زجر بمیری. پس از تهدید زیادی پرستار اقرار می کند. داروی سمی وی تجویز می گردید و شنیدن سخنان پرستار رئیس الاتباع به حالت بسیار بد دو نامه می نویسد. در نامه اول تمام اتفاقاتی را از دسته قرنطینه شدن وی تا تهیه شدن سم به دستور حارس خان توسط قاسم خان و اقرار پرستار همه را توضیح می دهد. نامه دوم را نیز به دیوان سالار می نویسد و به پرستار می گوید که اگر این می خواهی نجات یابی هر دو نامه را به ایاز برسان و برایش بگو که نامه اول را خودش بخواند و نامه دوم را به دیوان سالار برساند. پرستار که چاره جز پذیرفتن ندارد هر دو نامه را گرفته و از اتاق بیرون می گردد. در مسیر راه پرستار نامه را که باید به ایاز برساند باز می کند و تمام آن را می خواند. با دیدن نام خود از رفتن نزد ایاز منصرف می گردد و هر دو نامه را به حارس خان می دهد. این چنین نامه به دست حارس خان می رسد و او پس از خواندن نامه به شدت خشمگین می گردد
نافذیل را فرا میخواند. حارس خان بخوان نگاه کن که این پیرمرد هیلگر قرار بود چه چاهایی برای ما بکند. فضیل نامه را میخواند. حارس خان اگر آن پرستار این نامه را نمی آورد داستان خاندان ما به پایان می رسیده بود. ایاز در جستجوی گیاهان دارویی در بازار است. از اینکه برخی از این داروها به آسانی پیدا نمی شود، ایاز چند ساعت در بازار می ماند. پس از جستجوی بسیار سرانجام موفق می گردد که همه داروها را خریداری کرده و دوباره به سوی مکان قرنطینه بازگردد. با رسیدن ایاز جسدی که روی آن پارچه سفید پوشیده شده است از اتاق بیرون آورده می شود. ایاز با دیدن این صحنه مات و متحیر می ماند. گیاهانی که در دست دارد از دستش بر زمین می افتد. در اثر وزیدن شمال پارچه از روی جسد دور می گردد و ایاز متوجه می شود که آمدن او دیگر سودی ندارد و رئیس الاتباع به دیار ابدی پیوسته است. این هم پایان فصل چهارم. امید که شنونده باشین به فصل پنجم. تا فصل پنجم شما رو به خداوند یکتا میسپارم. الله نگهدار.